فضلالدین سنگوف یک جوان 21 ساله ساکن نویه شمس‌الدین شاهین و دانشجوی دانشگاه دولتی دنقره از ترکش گلوله یا سناریاد به هلاکت رسیده است. در این باره رضا عمر رئیس جماعت دیهات شوراباد نویه شمس‌الدین شاهین روز 16 مای سال 2023 بعض پلیوس خبر داد. رئیس جماعت گفت فضلالدین سنگوف روز 6 مای سال روان همراه برادر و 3 رفیقش وقت سیر و گشت در کوه سناریاد نو کفیده را پیدا میکند و آن در دست مرحوم میکفد. هرچند امروهانش به او میفهمونند که به آن دست نرساند، ولی او سناریاد را به دست میگیرد و آن در دستش میکفد. فضلالدین در جای حادثه به هلاکت میرسد. شرح داد رضا عمر. جسد فضلالدین سنگوف را 7 مای سال روان در قبرستان دیهه خواجه غلطان در زادگاهش به خاک سپردند. فضلالدین سنگوف یتیم کل بوده سال پیش در پی یک حادثه پدر و مادر او به هلاکت رسیده بودند. رضا عمر میگوید مسئولین دادستانی نویه در پی این قضیه با شاهدان گفتگو کرده بیانات آنها را گرفتند، ولی پرونده جنایتی باز نگردیده است. طبق خلاصه آنها حادثه از بی‌احتیاطی رخ داده است. نظر شاهدان و مقامات معلوم نیست. یادآور میشویم که نویه شمس‌الدین شاهین در مرز با افغانستان جایگیر شده است و تا به حال گلوله‌های مرگبار در این منطقه دیده میشوند. مقامات تاجیکستان میگویند که زمین ها را از سناریادها تازه کردند، ولی ساکنان محلی از کفیدن آنها جان میدهند.